در شهرهای خوجند و استرافشان ولایت سوخت مسابقه جمهوری فوتبال بین کودکان و نورسان تحت عنوان مگافون لایف در اصول فوتبال برگزار گردید. در شهر استرافشان در این چوربینی ورزشی بین نورسان از 8 تا 12 ساله دسته‌های ظفرآباد نوحه ظفرآباد، جوانی جبار رسولوف، غولک‌انداز نوحه جبار رسولوف، استرافشان شهر استرافشان، شهرستان نوحه شهرستان، استرافشان دوی شهر استرافشان و پختکار نوحه جبار رسولوف و سپیتامن نوحه سپیتامن اشتراک دارند. در بین نورسان هر سه سن و سال 8 دستگی در دو زیرگروه به هم واخوری دایر مینمند و بهترین ها به واخوری های نیم نهایی و نهایی راه می‌یابند. مسابقه مذکور در شهر استرافشان تا سنه 11 ایون ادامه می‌یابد. مگافون تاجیکستان چندین سال است که ورزش را در بین کودکان رشد می‌کند. امسال ما با لیگ فوتبال کودکان و نورسان تاجیکستان مسابقه مگافون لایف همقدم فوتبال را بین کودکان و نورسان دایر نموده ایستاده‌ایم. آن در همه منطقه‌های تاجیکستان از جمله در شهرهای استرافشان و خوجند برگزار می‌گردد. در مسابقه اشتراکچیان امکانیت پیدا می‌کنند که مهارت خود را نشان داده بازی را به سطح نو برآورند و شاید آنها در آینده به ستاره‌های حقیقی فوتبال تاجیکستان تبدیل یابند. این چوربینی ورزشی در شهر خوجند در میدانچه ورزشی سوخت 87 جریان گرفت. در مسابقه در سه سن و سال 24 دسته تیم‌های سوخت 87 اشت نوحه 8 تاج خوجند، مکتب ورزشی صمدوف نوحه جبار رسولوف، کلوب فوتبال شاهین نوحه باباجان غفوروف، کلوب فوتبال خوجند شهر خوجند، مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت و مکتب مخصوص فوتبال نوحه 8 اشتراک دارند. مسابقه بین کودکان و نورسان 8 تا 12 ساله در سه دور ادامه یافته بهترین ها به دورهای نیم نهایی نهایی راه می‌یابند. دور نهایی مسابقه در شهر خوجند سنه 12 ایون برگزار می شود.